بذار یه چیزی رو رک بهت بگم. بیشتر شکست‌های عاشقانه ما از خود رابطه نیست، از چسبیدن ما به چیزیه که باید رها بشه. فکرهای منفی، ترس از دست دادن، کنترل طرف مقابل، اینا همون چیزیه که عشق رو خفه میکنه. یونگ میگفت وقتی به چیزی زیادی بچسبی دقیقاً همونو از دست میدی و این توی روابط عاشقانه بیشتر از هر جای دیگه خودش رو نشون میده. ما به جای لذت بردن از لحظه مدام آینده رو توی ذهنمون مرور میکنیم. نکنه تنهام بذاره، نکنه دوستم نداشته باشه، نکنه مثل قبلیا بشه. این فکرهای منفی نه تنها عشق رو خراب میکنن بلکه انرژی رو هم میکشن. راز رهایی اینه، رها کن، با جریان همراه شو. این به این معنی نیست که بی تفاوت باشی، بلکه به این معنیه که اعتماد کنی به خودت، به عشق، به این که اگه چیزی برای تو باشه هیچ کس نمیتونه ازت بگیره. وقتی تو رها میکنی و فقط در لحظه حضور داری، عشق نفس میکشه. دیگه نه اضطراب داری، نه ترس از دست دادن. اون وقت رابطه میشه مثل یه رودخونه، جاری، زنده و پر از تراوت. پس سوال واقعی اینه، داری عشق رو زندگی میکنی یا داری مدام با فکرهای منفی خفش میکنی؟ انتخاب با توه، رها کردن یا چسبیدن. بذار از یه واقعیت ساده شروع کنم. ما آدما توی رابطه های عاشقانه خیلی وقتها فکر میکنیم مشکل از بیرونه. میگیم طرف مقابلمون مقصره، شرایط بد بوده، زمان درست نبوده. اما واقعیت عمیق‌تر اینه که بیشتر وقتها مشکل از ذهن خودمون شروع میشه. ما یاد گرفتیم عشق رو با کنترل کردن تعریف کنیم. کنترل این که طرف مقابلمون کجا میره، کی پیام میده، چرا اینجوری رفتار کرد یا چرا مثل قبل نیست. کنترل این که آینده رابطه چی میشه، آیا تا آخر در کنارم میمونه، آیا دوستم داره، نکنه مثل قبلیا بشه. این کنترلگری به ظاهر نشونه اهمیت دادنه، اما در واقع نشونه ترس و ناامنی توه. حالا بذار برای یه حقیقت تلخو بگم. هر چقدر بیشتر بخوای رابطه رو کنترل کنی، بیشتر داری عشق رو خفه میکنی. یونگ میگفت عشق واقعی در آزادی زنده است، نه در قفس. و فروید باور داشت وقتی ناخودآگاهت پر از ترس، زخمای قدیمی و ناامنی بشه، تو به جای عشق به رابطه به عنوان دارو نگاه میکنی. دارویی برای فرار از تنهایی یا درمان زخمها. ولی میدونی چی میشه؟ این دارو نه تنها درمان نمیکنه، بلکه زخمت رو عمیق‌تر هم میکنه. چون رابطه عاشقانه نمیتونه خلأ درونت رو پر کنه، فقط میتونه چیزی که درونت هست رو بزرگتر کنه. حالا اینجاست که اصل موضوع وارد میشه. رها کن و با جریان همراه شو. نه به معنای بیخیالی یا بی‌مسئولیتی، نه به معنای اینکه هر چی شد بشه و تو هیچ نقشی نداری، بلکه یعنی اعتماد کنی. اعتماد به خودت، به مسیر زندگی، به عشقی که اگه واقعی باشه هیچ کس نمیتونه ازت بگیره. وقتی یاد میگیری فکرهای منفی رو رها کنی، دیگه اونها کنترلت نمیکنن. وقتی یاد میگیری به جای چسبیدن به آینده در لحظه حال زندگی کنی، عشق تازه شروع میکنه به نفس کشیدن. این لحظه، همین الان، تنها جاییه که عشق وجود داره. نه توی گذشته‌ای که دیگه نیست، نه توی آینده‌ای که هنوز نیومده. پس مقدمه این بحث خیلی ساده است. اگه میخوای عشق رو تجربه کنی، باید رها کنی. باید از ذهن شلوغ، ترس‌های عمیق و فکرهای منفی جدا بشی و بذاری عشق مثل یه رودخونه جاری بشه، نه مثل یک باتلاق که هرچی دست و پا بزنی بیشتر فرو بری. حالا بریم سراغ راهکارهای عملی برای رها کردن و همراه شدن با جریان در روابط عاشقانه. 1. فقط نگاه کن، نچسب. یونگ میگفت اولین قدم برای رهایی شناخت ناخودآگاهه.
وقتی فکر منفی یا ترس میاد فقط نگاش کن، بدون قضاوت و بدون چسبیدن، مثل ابرهای گذرا. این افکار میگذرن و قدرتشون کم میشه. نفس عمیق و تمرکز روی لحظه حال. فروید اعتقاد داشت وقتی ذهن درگیر گذشته و آینده باشه، انرژی روانی ما مصرف میشه. با چند نفس عمیق و توجه به لحظه حال میتونی جریان انرژی رو آزاد کنی و ارتباطت با عشق واقعی رو برقرار کنی. تحلیل ناخودآگاه و یادآوری قدرت درونی. وقتی زخمای قدیمی فعال میشن، به خودت بگو این فقط خاطره و ترس ناخودآگاه منه. من کامل هستم و عشق واقعی منو پیدا میکنه. این تکنیک یونگ و فروید همزمان ذهن و قلب رو آرام میکنه و انرژی منفی رو از بین میبره. اعتماد به جریان زندگی. مثل رودخونه بذار همه چیز جاری بشه. اگر تلاش کنی همه چیز رو کنترل کنی، عشق خفه میشه. اعتماد یعنی بگذاری زندگی و عشق مسیر خودشون رو طی کنن. رهاسازی در رابطه. وقتی افکار منفی سراغت اومدن، به جای دعوا یا کنترل فقط احساست رو حس کن و بگو میفهمم این فکر اومده اما نمیذارم کنترلم کنه. این روش از نظر روانشناسی ترکیبی از آگاهی یونگی و تحلیل فرویدیه و باعث رشد رابطه و آرامش درونی میشه. مراقبت از خود و زمان شخصی. تنهایی و زمان برای خودت بگیر تا انرژی روانی و احساسیت شارژ بشه. این تمرین باعث میشه افکار منفی کمرنگ بشن و رها شدن راحت تر بشه. تمرین روزانه حضور در لحظه. هر روز چند دقیقه روی نفس کشیدن، احساسات و اطراف تمرکز کن. این تمرین هم از دیدگاه یونگ یعنی حضور آگاهانه و فروید یعنی کنترل ناخودآگاه برای رهایی از فکرهای منفی توصیه میشه. رها کردن یعنی نچسبیدن، حضور کامل در لحظه و اعتماد به جریان زندگی. وقتی یاد بگیری افکار منفی رو مثل ابرهای گذرا ببینی و با جریان همراه بشی، آرامش واقعی پیدا میکنی. روابط عاشقانه واقعی و پر انرژی شکل میگیره و عشق تازه شروع به نفس کشیدن میکنه. سوال مهم برای خودت: داری عشق رو زندگی میکنی یا مدام با فکرهای منفی خفش میکنی؟ انتخاب با توه، رها کردن یا چسبیدن. اگه آماده‌ای با جریان همراه بشی و عشق واقعی رو تجربه کنی، همین الان توی کامنت ها بنویس من آمادم رها کنم و عشق واقعی رو زندگی کنم. ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن تا ویدیوهای بعدی با تمرین ها و رازهای روانشناسی و روابط عاشقانه رو از دست ندی.